سینگل فلت نود یا تگ گره واقعا حرفه‌ای اینو گره به شدت دوست داشتنی. اگه کسی بتونه به صورت تخصصی این گره رو واقعا بهش تسلط پیدا کنه، میتونیم بگیم به جرات 60-70% مسیر بافت انواع کلاگیسا، پوستیژا، یا اصلا بهتر بگیم که پروتزای مویی که ریش و سیبیل هم شاملشون میشه، ابرام شاملشون میشه رو طی کرده. اگه دقت کرده باشین تو بازار گرونترین پوستیژهایی هم که فرانت لیس هستن، جلوتور هستن و گره های جلوش هیلاینش از سینگل فلت نوت ها استفاده شده. و اگرم که بلیچ بشه که خیلی عالی تره، سعی میکنم تو این محتوا بلیچ رو بهتون یاد بدم. دوست دارم که تو این محتوا بهتون این گره رو آموزش بدم. فقط همین اولین کار ازتون خواهش میکنم، امیدوارم که اون ویدیو آموزشی تمرین گره رو دیده باشین، اومده باشین اینجا. اگه دیدین که فبه المراد میریم برای ادامه کار. اگه ندیدین لینکش رو تو دیسکریپشن واسهتون گذاشتم، دوستانی که ندیدن حتما برن ببینن تا قدرتشون رو روی گره ها بالا ببرن. بدون اتلاف وقت میریم که گره رو بهتون یاد بدیم. اول معایب و مزایاشو بهتون میگم، بعدش هم که عملی قرار ثانیه به ثانیه تمام نکات و فوتفنش بهتون میگم. پس تا آخر فیلم با تمرکز کنار هم باشین و آموزشو ببینید. مو رو دقیقاً مثل همون جلسه آموزشی که گفتم دستتون میگیرین. من این وسط براتون میزنم گره رو. سوزانو که از توری رد کرده بودیم، مو رو میندازیم داخلش، درگیر میشه. میبینین مو میفته توش، درگیر میشه و سوزن برمیگرده تو خط افق همونجوری که بهتون آموزش دادم. و دیگه میبینیم که مو حالا درگیر شد با توریمون دیگه و یه تاب میدیم. ببینید یه بار دیگه میرم، یه تاب میدیم، مو میفته تو قلاب. قلاب عمود میشه به خود توری و آروم میکشیمش بیرون. اینجا گرهمون خورد، ولی اینجا ما مو رو ول میکنیم. مو همچنان تا آخرین ثانیه باید دست ما باشه با اینی که گره خورده شده. این دستمون ثابت میمونه، این دستمون حرکت میکنه، این میاد روی پایین. بهتون تبریک میگم. این اولین گره ای هستش که شما میتونین بزنین، سینگل فلت نوت یا همون تک گره. بریم یکی دیگه. افق میکنیم، توری درگیر میشه، مو میفته توش، از توری میاد بیرون. اینجا رو ببینین، یه درگیری، عمود به توری میاد بیرون. شاخصه های خاصی داره. این شاخصه رو نگاه کنین، گره هاش گره های ریزیه و این گره تحت شرایطی در صورت کشیدن باز نمیشه. من یه دونه تارشو بگیرم یه دقیقه واسهتون نگاه کنین. هرچی یه تارو بکشم توری پاره میشه ولی گره باز نمیشه، مگر اینکه ما دوتا تار مو رو اینجوری دو پاشو بگیریم و پارش کنیم و نه این باز نمیشه. شاخصه بعدیش اینه که مو قشنگ کنار هم دو پا خوابیده و اومده پایین و رو توی توری قشنگ خوابیده. یه کوچولو قوس داره که این یه کوچولو قوسی که داریم میبینین تو گره های مدل بعدی خوابیده. پس ما این گره سینگل فلت نوت رو دیدیم. ببینید من حتی تو تمرین دستم عادت کرده داره لوزی بافی میکنه. این لوزی بافی رو جدی بگیرین. یه بار دیگه پیش من باشین و با هم دیگه چند تا گره دیگه ببینیم.
آموزش رو دیدیم که چقدر گره جذابیه. خدا رو شکرم که تونستم که این آموزش هم کامل بهتون بدم. فقط این آخر کار میخوام ازتون یه خواهش کنم که یه تمرینی میخوام بهتون بدم. توی کاغذ لطفاً چارت لونه 6 زنبوره توری رو بکشید و طبق همون آموزشی که تو سرفصل توریا لینکش هم توی دیسکریپشن هستش، طبق اون چارت رو بکشید و تو زاویه یو آر و یو ال گره بزنید، سینگل فلت نوت، و تا جایی که میتونین تمرین کنین گره رو بزنین. اگه ایرادی داشتین، فقط اگه ایراد داشتین، جایی به مشکل خوردین، ازش عکس فیلم بگیرین برام توی اینستاگرام دایرکت بفرستین تا بتونم قدم به قدم کنارتون باشم تا حرفه‌ای شدن. و این آخر محتوا میخوام ازتون خواهش کنم که اگه از این آموزش راضی بودین، لایک رو بزنین، نظراتتون رو توی کامنت رو هم بگین، و اگه تازه به کانال من اومدین سابسکرایب یادتون نرو، زنگوله رو بزنین که از این آموزش جا نبودین. بریم برای آموزش بعدی با من باشین.